سلام و عرض ادب، لحظتون بخیر. امیدوارم که حال تک تکتون عالی و بی‌نظیر باشه. توی این ویدیو توی چنل مدرسه هوش مصنوعی ایران میخوایم با همگی یاد بگیریم چجوری میشه در سریع ترین زمان ممکن ویدیوهای آقای پرتغال، خانم هلو و خانم پیاز رو با همدیگه بسازیمشون. نمونه هایی تو سبکی که الان براتون پلی پیاز میکنم. عزیزم، بیا دندوناتو توی کلینیک دندانپزشکی کاخ لبخند به صورت دیجیتالی و بدون درد ایمپلنت کنم. مرسی عزیزم که منو آوردی توی همچین کلینیک مجهز و زیبایی. دقیقاً. ببین کارفرما بابت این ویدیو 5 میلیون تومان هزینه میکنه، ولی شما میتونید به سرعت به صورت رایگان از این ویدیوها کاملا بسازید. خب برای این کار وارد وبسایت گوگل فلو میشین. توی مرورگرتون هم میتونید سرچ بکنید. خدمتتون عرض بکنم بذارید از اول من براتون گوگل فلو رو سرچ بکنم. نکته‌ای که از اهمیته اینه که باید فیلتر شکن روشن داشته باشین روی سیستمتون. حالا گوگل فلو به صورت اپلیکیشن هم هست، ولی خب اگه اپلیکیشنش رو نصب کردید، اگه با دسکتاپش کار بکنید خیلی راحت ترین. گوگل فلو رو سرچ میکنید. اولین سایت نوشته گوگل لبز، وبسایتی که گوگل فلو رو ارائه میده. واردش میشین، وای میسیم که بیاد بالا. خدمتتون عرض میکنم اگه VPN برای دسکتاپتون ندارید، میتونید از اکستنشن VPN استفاده بکنید. من براتون اینجا مینویسم که اکستنشن VPN رو اینجا نصب میکنید. اینجا فری VPN رو میزنید، افزودن به کروم رو اضافه میکنید. اینجا به عنوان یک قطعه از پازل گوشه کرومتون اضافه میشه. وقتی روش کلیک میکنید، روش واردش میشین، خب یک سری گزینه ها میاد که حالت فریش رو انتخاب میکنید. سرورتون رو حتما قرار بدید روی فرانسه تا گوگل فلو روی سیستم شما هم بالا بیاد. از این قسمت که وارد گوگل فلو شدین، پروژه جدید رو میزنید. حالا قطعا شما ساینین نیستین، از طریق خدمتتون عرض بکنم اکانت ایمیلتون وارد گوگل فلو میشید. به شما 50 تا کردیت میده که میتونید با داخلش ویدیو خلق بکنید، که هر ویدیو 15 تا حدوداً کردیت از شما میگیره. ویدیوهای 7 ثانیه‌ای که شما میتونید روزانه 3 تا 4 تا ویدیو با گوگل فلو خلق بکنید به صورت رایگان. اگه خواستیم ویدیوی بیشتری درست بکنید با گوگل فلو، میتونید اکانت های ایمیل مختلفی داشته باشید. مثلا من الان 4 تا اکانت ایمیل دارم که دارم باش ویدیوهای مختلفی میسازم. روزانه هم این کردیتتون رو شارژ میکنه. یعنی اگه شما امروز استفاده نکنید، این شکلی نیست که 50 تا به کردیتتون اضافه بشه، ولی خب اگه تموم شد آخر روز، فردای اون روز دوباره 50 تا کردیت برای ساختن ویدیو به شما میده. اگه هم خواستید میتونید اکانت پولی گوگل فلو رو بدون محدودیت خریداری بکنید و اون بی‌نهایت ویدیویی که میخواین رو بسازید. یک همچین محیطی رو بهتون میده. از این قسمت میتونید تنظیمات لازمه رو انجام بدید. یک حالت نانوبنانای 2 لایت، نانوبنانای پرو و نانوبنانای 2 رو بهتون ارائه میده که میتونه تو سبک‌های مختلف براتون تو ابعادهای مختلف ویدیو بسازه. مثلا اگه 9:16 رو انتخاب بکنید، حالت عمودی یا استوری یا ریز اینستاگرام براتون عکس تولید میکنه. این بر اساس ایکسی که نوشته میاد اون کیفیت تصویری که به شما خروجی میده رو تغییر میده. خب بذارید روی یه ایکس 9:16 که بتونید استوری یا ریز بزنید. از اون طرف پیش‌فرض تولید ویدیوش هم میتونید تو حالت 16:9 یعنی حالتی که ما داریم توی یوتیوب میبینیم، یا حالت 9:16 که داریم ریز یا استوری اینستاگرام رو میبینیم انتخاب بکنید. روی یه ایکس بذارید که کردیت کمتری از شما مصرف بکنه. چند تا حالت به شما در دستتون قرار میده: یک اومنی، یک VO C1، VO C1 فست و VO C1 کوالیتی، که من دو تا دونه حالت رو به شما پیشنهاد میکنم. اومنی فلش رو میتونید استفاده بکنید و VO C1 فست رو استفاده بکنید برای اینکه بتونید ویدیوهای با کیفیت‌تر و با کوالیتی بهتری تولید بکنید. خب این رو قرار میدین، ذخیره رو میزنید. حالا اینجا یک ایجنت رو در اختیارتون قرار میده که نوشته سلام علیرضا، میخواید چه کاری انجام بدید؟ براش ویدیو رو کاملا تشریح میکنید و اون طبق چیزی که بهتون گفته به صورت حتی فارسی براتون میاد اون ویدیو رو خلق میکنه. حتی دیالوگ ها رو بهش میدید، اون خودش میاد دیالوگ ها رو هم براتون به صورت فارسی ارائه میده با اون لیپسینکی که کامل داشته باشن اون کاراکترها. خب شما نیاز دارین برای اینکه ویدیوی هلو و آقای
آقای پرتغال و خانم پیاز رو داشته باشین، این کاراکترها رو توی سیستمتون داشته باشین که من توی چنل تلگرام اومدم این کاراکترها رو براتون درست کردم، براتون قرار میدم، شما میتونید از اونها استفاده بکنید. من اینجا براتون بارگذاری رسانه رو میزنم. حالتهایی که دارن اینها هستن. این تصویر آقای پرتغالی که میبینید از زوایای مختلف بهش میدیم که بتونه ویدیویی با کیفیت‌تری برامون خلق بکنه. این تصویر خانوم حلوه و این تصویر آقای اناناسه و این هم تصویر خانوم پیازه که اگه اینها رو بهش بدین احتمالا ویدیوی بهتری خلق می‌کنه. من براتون راحت توی چنل تلگرام قرار میدم که لینکش رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون قرار میدم که بتونید ازش استفاده بکنید. خب برای اینکه بتونیم کیفیت ویدیومون رو بریم بالاتر، از سبکی که من میگم برید جلوتر. اول براش تصویر آقای پرتغال رو اضافه بکنید. اینجا می‌بینیم وای میسیم تا لود بکنه این تصویر رو. وقتی تصویر رو لود کرد و براتون اینجا آوردش، افزودن به پیامواره رو بزنید که اینجا سلکتش بکنه. حالا به این AI میگید که این کاراکتر رو به عنوان آقای پرتغال در نظر بگیر. پرتغال رو اشتباه نوشتم. پرتغال در نظر بگیر. وای میسیم تا این رو تو ذهنش لود بکنه. چون این سرویس داره زیاد مورد استفاده قرار میگیره، ممکنه سرعت خدمتتون عرض بکنم لود تصاویر و سرعت ویدیو ساختن یکم داخلش پایین باشه یا بعضی موقع به مشکل بخوره. بیایم بیرون، یکم بهش زمان بدین و خدمتتون عرض بکنم دوباره وارد سیستم بشین این کار رو انجام بده. خب فهمیدم این کاراکتر رو به عنوان آقای پرتغال در نظر میگیرم. اوکی. حالا یه تصویر دیگه بارگذاری بکنید، مثلا خانم پیاز رو بهش اضافه کنید. منتظر باشید که خانم پیاز هم لود بشه. میخوام اینو بهتون بگم که وقتی جز بهش دید میدین خیلی بهتر میتونه بفهمه اون رو. خب من میگم این کاراکتر رو به عنوان خانم پیاز در نظر بگیر. منتظر میمونیم که خانم پیازم تو ذهنش ذخیره بکنه. میگم اگه براتون نوشت مشکل پیش اومد دوباره امتحان بکنید. خب خیلی خوب، این هم شد کاراکتر خانم پیاز. آقای پرتغال و خانم پیاز آماده هستن. حالا میگه چه داستانی میخوای چیز بکنیم استفاده بکنیم. حالا من بهش میگم که آقا یه بک‌گراند کلینیک هم براش در نظر میگیرم، پروژه‌ای که خودمون زدیم و تونستیم ازش درآمد کسب بکنیم. منتظر میمونیم که این ویدیو هم لود بشه. این عکس براش می‌نویسم این تصویر رو به عنوان فضای پس زمینه صحبت این دو کاراکتر در نظر بگیر. از بعد این کار که ما انجام میدیم دیگه کار کردن باهاش خیلی راحت میشه. یعنی شما در نظر بگیرید که حالا ببینید خدمتتون عرض بکنم توی تصویر سوم معمولا به باگ میخوره. شما این رو اگه چند بار گرفتیم و لود نکرد مشکلی نداره، بیاید سناریوتون رو بهش بدین، خودش میاد از این تصویر استفاده میکنه به عنوان پس زمینه. خب من برای اینکه بخوام پرامپت صحبت این دو نفر رو بنویسم میام به چت جی پی تی میگم که میخوام توی گوگل فلو کاراکترهای خدمتتون عرض بکنم آقای پرتغال و خانم پیاز رو میخوام با همگه صحبت بکنن. توی کجا؟ توی عکسی که ارسال کردم به عنوان پس زمینه. برام جا در نظر بگیر که دیالوگ ها رو بهش اضافه بکنم. دیالوگ ها رو که اضافه کردم زیرنویس نداشته باشه و با حالت 4K به من ویدیو رو
خروجی بده. به من یک پرامپتی میده که من توی اون پرامپت به این صورت هستش، میام توی اون پرامپت یک سری جاش در نظر گرفته خالی گذاشته، من میام جاش دیالوگ های اون شخصیت ها رو اضافه میکنم. خب پرامپت رو بهش دادم، وای میسم تا ببینم که بهم چی میگه. این رو در نظر بگیرید که اگه موقعی که کاراکتراتون رو بهش اضافه کردین از یه حدی بیشتر بشه، معمولا با ارور روبرو میشین، چون این سرویس یکم قدیمیه. اون چت رو میتونید ببندید و یک چت جدید باز بکنید، این تو حافظش میمونه دیگه. همینطور عکس‌ها رو براش اضافه بکنید و پرامپتی که میخواد براش ویدیو بسازه که از چت جی پی تی گفتم رو بگیرین و بهش بدین. نکته ای که هست اینه که میاد بررسی میکنه کاراکترهای شما رو، بررسی میکنه مکان شما رو، بررسی میکنه اون خدمتتون عرض کنم پرامپتی که بهش میدین و در نظر میگیره که این ویدیو به صورت خودشون یک ایجنتی که داره به شما کمک میکنه، چقدر از کردیتتون رو نیاز داره برای اینکه این ویدیو خلق بشه. میگه این ویدیو برای اینکه خلق بشه 15 تا دونه اعتبار یا کردیت نیاز داره. خب شما 15 تا کردیت رو میدین و تایید رو میزنید، منتظر میمونید که شروع بکنه براتون آنالیز کردن و این ویدیو رو خلق کردن. اگه سرور وی پی تون به مشکل خورد و این ویدیو خلق نشد، از روی سرور فرانسه بذارید روی سرور ندرلند، یک بار صفحه رو رفرش بکنید و براتون اون ویدیو رو شروع میکنه تولید کردن. خب الان تو پروسه تولید ویدیو 7% میبینیم که تولید کرده و داره این ویدیو برامون خلق میشه. احتمالاً شاید یک سری باگ ها داشته باشه ویدیوتون. وقتی این ویدیو رو براتون درست کرد بهتون میگم که چجوری اون ویدیو رو ویرایش بکنید، بهش توی همون ویدیو بگین که چه تغییراتی روش اعمال بکنید تا در نهایت به اون خروجی با کیفیت که خودتون در نظر دارین برسید. منتظر میمونیم که این ویدیو درست بشه. 34%، 36%. خب ویدیو میبینیم که درست شد. من این ابعاد ویدیو رو درست در آخرین لحظه تغییر ندادم. ویدیو رو به من تو ابعاد 16:9 یا لندسکیپ بهم داد. خب حالا میریم ببینیم که خروجی ویدیو چی شد. لود کردنش یکم طول میکشه. بعد در نهایت وقتی ویدیو رو زدید همینجا میتونید توضیحات رو بدین برای ویرایش همین ویدیو. نوشته ویرایش هایی رو که میخواید انجام شود توصیف کنید. حالا شکل خانم پیاز رو تغییر بده، شکل آقای پرتقال رو تغییر بده، بک‌گراند رو قرار تغییر پیاز بده. عزیزم، بیا دندوناتو توی کلینیک دندان پزشکی کاخ لبخند به صورت دیجیتالی و بدون درد. مرسی عزیزم که منو آوردی توی همچین کلینیک مجهز و زیبایی. حالا می‌بینیم که یک سری دیالوگا مشکل داشت، همین رو براش توضیح بنویسین، همینجا براتون این ویدیو رو درست میکنه. می‌بینید که چقدر با کیفیت، اگه شما کاخ لبخند تشریف بیارید می‌بینید که چقدر دیتیل ها داخلش درست رعایت شده و با اون تصویری که ما شاید با کیفیت بهش ندیدیم، تصویر با گوشی گرفته شده بود و جزئیات داخلش مشخص نبود، ولی جزئیات این تصویر به شدت بالا و خودش حتی داره صحبت میکنه. مرسی از اینکه تا اینجا همراهمون بودین. حتما چنلمون رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک بکنید و اگه دوست دارین برای دوستانتون توی یوتیوب شیر بکنید. قربونتون برم. یا